مشترکات فرهنگی مردمان ترکیه و تاجیکستان پیش از همه با نام متفکری برجسته و شخصیت جهانی مولانا جلال الدین رومی بلخی وابستگی زیست دارد. باید گفت که قونیه شهری تاریخی به شمار رفته دارای مکان‌های زیادی باستانی میباشد. با دستگیری سفارت جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، گروه نمایندگان وسایط اخبار عامه تاجیکستان جهت اشتراک در برنامه فرهنگی شب عروس که همساله با تشبث وزارت فرهنگ و سیاحی ترکیه در شهر قونیه برگزار می‌گردد سفربر کرده شدند. پرواز به شهر قونیه طریق هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با خط سیر دوشنبه استانبول و استانبول قونیه خیلی براحت و بخطر صورت گرفت. همین طریق بعد از چند ساعتی پرواز ما به شهر قونیه که آن را شهر مولانا نیز نام میبرند رسیدیم. در این سفر ما را نمایندگان شرکت معروف گردشگری این کشور گو ترکیه راهنمایی و خدمترسانی نمودند. سلام بیننده عزیز تلویزیون جهان نما، خاصتا برنامه دور عالم. برنامه نوبتی دور عالم را از شهر قونیه جمهوری ترکیه با هم بیننده خواهیم بود و در این برنامه از موضع‌های سیاحی شهر قونیه دیدن خواهیم کرد و زیباترین موضع‌های این شهر را به شما یک یک قصه خواهیم کرد. و همکنون ما رسیدیم در فرودگاه بین‌المللی شهر قونیه جمهوری ترکیه و هوا در اینجا خیلی سرد است و ما کوشش میکنیم که همه موضع‌های این شهر رو دیده باشیم و به شما معلومات مفصل منظور کنیم. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با هواپیماهای جدید و حاضر زمان جایهای براحت و خوراک‌های بالذت همچون شرکت بهترین هواپیمایی اروپا اعتراف گردیده به گرفتن جایزه سکای ترکس سزاوار گردیده است. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز از فرودگاه استانبول با 439 هواپیما به 129 کشور جهان پرواز انجام می‌دهد. همزمان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز برای مسافران خود که به سمت‌های بین‌المللی سفر می‌کنند و وقتی ترانزیتی زیاده از 6 ساعت دارند 8 نوع اقدام سیاحتی رایگان روزانه را طریق خدمترسانی توریستانبول پیشنهاد می‌کند. همزمان خدمترسانی فاصله بین پروازها برای مسافرانی که وقتی ترانزیتی 20 ساعت یا بیشتر از آن را دارند امکانی عالی را با مهمانخانه فراهم می‌آورد. هر دو این امکانات به مسافران امکان می‌دهد که از فاصله بین پروازهای خود بیشتر استفاده برده استانبول را برای خود کشف کنند و یا پیش از ادامه سفرشان خاطرشان را بالیده گردانند. Sometimes you have extra time between two flights. Luckily, between the two continents, that extra time turns into unforgettable memories. Here we show up. We are picking you up from the airport with our private vehicle for a private tour of Istanbul. To witness unique views at every moment of your journey, to find mysteries between historical artifacts, to discover historical gestures between cultures, to witness with 1500 years of historical heritage the presence of Hagia Sophia Mosque.
taste the flavors handed down from generation to generation for centuries. To feel the breath of history in the palace of a 600-year-old empire. To see 360 degrees Istanbul view from a 700-year-old tower. To visit Dolmabahce Palace, which hosted leaders for centuries in the middle of the Bosphorus line. To gaze at the unique Bosphorus view side by side with the beautiful Ortaköy Mosque. Between two flights, between two continents, discover the history and culture of Istanbul. For this unforgettable experience, you just need to take Tour Istanbul. You have different options depending on the time you'll spend between two flights. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با فراهم آوردن نرخ‌های تخفیف شده و اجازه باگاج علاوه‌ای مقصد دارد که نیازهای مشتریان کارپراتیوی خود را برآورده ساخته قناعتمندی آنها را در طول سفرشان تامین نماید. همساله آخرهای ماه دکبر در شهر کنیه جمهوری ترکیه محفل با نام شب عروس برگزار کرده می شود که آن هزارها نفر دوستداران آثار مولانا جلال الدین بلخی را به هم می‌آورد و این سال خوشبختانه با دستگیری به واسطه سفارت جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز امکانیت دست داد که ما نیز در شب عروس یا خود مراسم تماشای رقص سما در اینجا حضور داشته باشیم و سپاس و مینتداری خود را به سرپرستان برنامه برای تهیه این برنامه بیان می‌نماییم. $300 million years ago, there was no Africa, Asia, Americas, or Europe. Just one big supercontinent, Pangaea. And today, there is still a force connecting those divided by distance, reversing millions of years of rifting. Making far feel close, bringing there to here. Turkish Airlines. همساله از 7 تا 17 دکبر در شهر قونیه ترکیه روز فوت مولانا جلال الدین بلخی رومی تجلیل کرده می شود. به این مناسبت در مرکز فرهنگی مولانا که در قلب شهر قونیه جایگیر است به خاطر گرامی داشت این شخصیت برجسته برنامه فرهنگی شب عروس برگزار کرده می شود که برای اشتراک در این چهاربینی فرهنگی از مناطق گوناگون عالم دوستداران آثار مولانا
به هم میآیند. به این مناسبت برنامه‌های خاص از جمله رقص سما پیشکش کرده می شود. رقص سما خاص مولانا و شهر قونیه بوده، آن در جای دیگر به این عظمت و جلال اجرا کرده نمی شود. رقص سما یا سیمه با سرودخوانی، خواندن شعر و نواختن اسباب‌های موسیقی ملی صورت میگیرد. ضمناً رقص سما به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو شامل شده است. این رقص در عصر 13 در ترکیه پیدا شده است. اساسگذار این نمودی رقص مولانا جلال الدین رومی بلخی می باشد. در گذشته این نوع رقص را برادران درویش‌های چرخ زننده نیز می نامیدند. برای تماشای رقص سما با ذوق و فهمش کمی به تاریخ رو آوردن لازم است. همچنین کشورهای جهان امثال تاجیکستان، ترکیه، ایران، افغانستان، فرانسه، ایتالیا و غیره همساله برنامه‌های برای گرامی داشت و بزرگداشت این عارف بزرگ برگزار می‌نمایند که گواهی اعتراف مولانا به حیث متفکر و شاعر برجسته در مقیاس جهان است. مولانا یک از سرمحصول‌ترین ادیبان عالم شمول است که با میراث ادبی خود جهانیان را در حیرت گذاشته است. مولانا شخصیت بزرگ و ناتکرار عرفان و ادب بوده. آثار جاویدانه او هم در شرق و هم در غرب خوانندگان و اعتقادمندان زیاد دارد. شخصیت مولانا باعث افتخار و سرفرازی تمام بشریت است. مولانا جلال الدین رومی بلخی با نمایندگان قوم و ملت‌ها و دین و مذهب‌های گوناگون با زبان‌های تاجیکی، عربی و ترکی آزادانه سخن می‌گفت. در برابر این همدلی و همدیگر فهمی از نظر او اساسی تأمین کننده آسایش بشر بوده است. طور خود او می‌فرماید همدلی از همزبانی بهتر است. 24 می سال 2023 با قرار نهاد اجرایی یونسکو کلیات مولانا جلال الدین بلخی رومی همچون میراث حجتی رسما به فهرست خاطرات جهانی یونسکو وارد کرده شد. پیشبری کلیات مولانا از جانب تاجیکستان، ترکیه، ایران، آلمان، بلغارستان و ازبکستان مشترکاً برای بررسی به یونسکو پیشنهاد گردیده بود. با فهرست خاطرات یونسکو داخل گردیدن کلیات مولانا باز هم یک نشانه درخشان دیگر اعتراف رسمی فرهنگی بزرگ گذشتگان ماست. در قطار آن نامگوی پدیده‌های فرهنگی که سالهای اخیر از جانب این سازمان با نفوذ جهانی پذیرفته شدند. در ادامه حضور خود در شهر قونیه ما از موضع تاریخی چتالهویوک دیدن نمودیم. این موضع 50 کیلومتر دورتر از شهر قونیه در قسمت جنوبی ترکیه در مساحت 13 هکتار جایگیر شده است. موضع تاریخی چتالهویوک به میراث غیرمادی سازمان جهانی یونسکو شامل کرده شده است. از روی گفته باستانشناسان در حدود این موضع در گذشته تا 7000 نفر آدمان زندگی می‌کردند. این موضع رسما سال 1958 از جانب باستانشناس بریتانیایی جیمز ملیارتو افتتاح گردیده است. معنای کلمه چتل شاخه و هویوک تپه می باشد. در موضع مذکور تا حال کارهای ارخئولوژی ادامه دارند. طور راهبلد سفر ماه رمضان ابراز می‌دارند. در این موضع قبلا اهالی بومی زندگی می‌کردند و موضع اینجا بازگوی آن است که مردم در گذشته چگونه زندگی می‌کردند و اینجا واقعا هم یک موضع نادر تاریخی است که به میراث فرهنگی سازمان جهانی یونسکو وارد گردیده است و همساله شماره گردشگران را از ممالک گوناگون عالم به خود جلب می‌سازد. Hünkârım.
مسجد علویدین در شهر قونیه از موضع‌های دیگر تاریخی و دوست داشته گردشگران به شمار می‌رود. این مسجد در زمان سلطنت سلجوقی‌ها سال 1080 ساخته شده است. موضع مذکور در بلندی بالای تپه عظیم مسکن گرفته است. این مکان از قدیمترین جایهای تاریخی شهر قونیه به شمار می‌رود. باید گفت که قونیه شهری تاریخی به شمار رفته دارای مکان‌های زیادی باستانی میباشد. مشترکات فرهنگی مردمان ترکیه و تاجیکستان پیش از همه با نام متفکر بزرگ و شخصیت جهانی مولانا جلال‌الدین رومی وابستگی زیش دارد. در مرکز نمایشگاه دارالملک واقع در شهر قونیه بخشیده به جنگ‌هایی که دولت سلجوقیان در آنها اشتراک کرده بودند، نمایشگاه جذاب پیشنهاد می شود. بخش مخصوصاً تاثیر بخش نمایشگاه نمایش سلاله سلجوقی‌های ترک قبر سلطان‌ها در قونیه می باشد. این مکان تاریخی به یک نوع یادگاری تبدیل یافته است، زیرا 12 سلطان در یک جا به خواب ابد رفتند و اهمیت آنها در تشکل تاریخی کشور نهایت مهم ارزیابی می شود. در روز دومی سفر خود به شهر قونیه ما از مرکز فرهنگی و مدنیت قدیمی عرفان واقع در مرکز شهر قونیه دیده نمودیم. هر سیاح خارجی که به قونیه تشریف می آورد از این مرکز هنرمندی دیده نموده ارمغان خریداری می نماید. لباس و کلاه‌های هنرمندانی که رقص سما را اجرا می‌کنند محض در این مرکز آماده کرده می‌شوند. مرکز فرهنگی و مدنیت باستانی عرفان در روبروی مرکز فرهنگی مولانا واقع در قلب قونیه جایگیر می‌باشد. در اینجا هنرمندان با آماده کردن هنرهای دستی با استفاده از ابریشم و هر گونه متاعها مشغولند. غیر از این سیاحان را در اینجا بیشتر رسمکشی غیر عادی که آن در داخل آب انجام داده می شود به وجد می آورد. در شهر قونیه ترکیه باغ تروپیکی با نام وادی پروانه ها معروف است. در این انشاءاتی بالا پوشیده که به یک شکل غیر عادی و جالب ساخته شده است 12,000 پروانه های گوناگون رنگ نگاه داشته می شوند. داخل این موضع مثل گرمخانه می باشد. برای زندگی و تخمگذاری پروانه ها در اینجا همه شرایط فراهم آورده شده است. همچنین داخل وادی پروانه ها غارهای بزرگ ساخته شدند که از داخل آن آدمان به ممانعت می‌گذرند. برابر وارستن به این موضع واقعا هم انسان خود را در طبیعت آزاد حس می‌کند، زیرا در اینجا زیست زندگی طرز زندگی پروانه‌های زیبا و نوع‌های گوناگون پروانه‌ها را دیدن ممکن است. بینندگان گرامی، برنامه دور عالم را از شهر قونیه از وادی پروانه‌ها بیننده هستید. اینجا جا دارد که سپاس می‌ندارید خود را برای تهیه برنامه با سرپرستان برنامه سفارت جمهوری ترکیه در جمهوری تاجیکستان و شرکت هواپیمای ترکیش ایرلاینز بیان کرده باشیم.
مساحت عمومی باغ تروپیکی پروانه ها 38000 متر کوادراتی را در بر میگیرد. از این مساحت 550 متر کوادراتیش را آثارخانه پروانه ها تشکیل میدهد. این باغ به شکل ساخته شده است که دلخواه سیاح را مفتون میسازد. همین جالبیت است که سال تا سال معروفیت وادی پروانه ها در شهر قونیه ترکیه بیشتر از پیشتر میگردد. Hünkârım. در نزدیکی شهر کونیا دهه سیله جایگیر است که واقعا هم برای هر یک بیننده جالب دقت است. از مرکز شهر کونیا تا دهه سیله تقریبا 20 دقیقه راه است. در واقع شهر کونیا دارای زیاد موضوعهای تاریخی و فرهنگی و سیاحی میباشد و یک از این موضوعهای دوست داشته برای گردشگران این موضوع یعنی که آثارخانه ایاهیلن میباشد که در منطقه سیله موقعیت دارد و هر یک سیاحی که به این شهر وارد میشود حتما که از این موضوع دیدن میکند. ما در اینجا خانه های قدیمی را که در گذشته مردم بومی اینجا زندگی میکردند مشاهده نمودیم. Bu saadeti o kadar çok bekledim ve dua ettim ki. در اینجا همچنین عبادتگاهی ایلن که سال 375 ساخته شده است جایگیر است. اطراف عبادتگاه را غارهای خرد احاطه کردند که در گذشته اینجا آدمان زندگی میکردند. همچنین در دهه قدیمه سیله طربخانه‌های زیاد موجودند که در آنها خوراک‌های محلی برای سیاحان آماده کرده می‌شوند. دهه سیله برای گذراندن مراسم‌های گوناگون خیلی موافق است، زیرا آن در قلب کوه جایگیر بوده یک موضع نظرربایی را می‌ماند. ترکیه در جهان از روی تشریف سیاحان مقام ششم را کسب می‌کند. همه ساله بیشتر از 50 میلیون نفر سیاحان به ترکیه سفر میکنند. مورد ذکر است که در جمهوری ترکیه ساحه سیاحی یک از سمت‌های سیردرآمد به حساب رفته. از روی معلومات آماری سازمان عمومی جهانی سیاحی 10% اقتصادیات این کشور را بخش سیاحی تشکیل میدهد. در برابر این تجربه این کشور جهت بنیاد اینفراساختار سیاحی، خدمترسانی، راه‌های معاصر ترغیب و تشویق امکانات‌های سیاحی، مهمانداری، آماده‌سازی کادرهای ساحه و دیگر جنبه‌های فعالیت سیاحی قابل توجه است.